و سلام علیکم یا حبیبی و خوش آمدید به کانال نیوز السوری و المدافعان الحرمی و صف بستی که مرا مدافع بودی. والخبر الأول هذا والرئيس الروسیه والرئيس الچین والاتحادی دست به دست هم دادی که خاورمیانه را به آتش کشیدی و ما را غارت کردی. والخبر الدوم فی لبنان و فی بیروت، خبر بسیار خوشحال و مشروع. 2 میلیون دلاری پول ایرانی و هدیه به سیغ خانه و بنگاه المحبتی این بیروت و برادرانی تحریک شدی، خوشحال شدی و الازدواج الموقت فی ایرانی پول و ثروتی. والخبر السوم والسوریه رئیس والسوریه و همسرش والموتی در والوکیشن و تفریحاتی فی کریسمس بودی و بمباران ها بعد از بمباران ها در سپاهی قدسی بمباران ها انجام شد و پوف پول ایرانی هوا و آتش پشت سر هم بمبارانی انجام می شود و شدی. والخبر الچهارم فی مهمترین خبر الدنیا هذا والرئیسی فلسطینی همون والرئیس الفلسطینی مهمانی فی رئیس الاسرائیلی فلافل بخوردی، نوشابه بنشودی مهمانی والقلیون والچای والخرما والبزن و برقص عربی بریش ما خندیدی ما را اسکل گیر آوردی. والحبیبی والاتمام والخبری، شکرا که اینجا بودید و خبر را نگاه کردید و مدافع کردید ما را. مع السلام تا خبری البعدی مع السلام. حرفی دیگر نیست. سوریه خبرگزاری